سلام کوچولوهای مهربون. آماده این بریم به دنیای قصه ها؟ امشب یه قصه تازه داریم. قصه ای از جنگل، ستاره ها و یه دونه میمون کوچولو. در دامنه کوه بلندی میمونی زندگی می کرد. اون بسیار شاد بود، اما هیچ کس اونو دوست نداشت، چون اون خیلی دوست داشت دیگران رو مسخره کنه. یک روز میمون کوچولو داشت در جنگل بازی می کرد. یک میمون نابینا از لابلای درختها بیرون اومد. همونطور که راه می رفت مواظب بود به درختها نخوره. میمون کوچولوی قصه ما ناگهان شروع به خوندن آوازی کرد که مؤدبانه نبود. در اون آواز افراد نابینا رو مسخره می کرد. میمون نابینا خیلی ناراحت شد و شروع کرد به دویدن و دویدن. اما پاش به شاخه درختی گیر کرد و افتاد. میمون کوچولوی قصه ما خندید. روز دیگری میمونی که یک پاش ناراحت بود و نمیتونست درست راه بره از داخل جنگل میگذشت. باز میمون کوچولو با دیدن اون خندید و آواز دیگری خواند که در اون پای میمون رو مسخره میکرد. ناگهان همونطوری که بالای درخت نشسته بود و مسخره بازی در می آورد شاخه درخت شکست و میمون کوچولو از اون بالای درخت به پایین افتاد. تمام استخوناش درد می کرد و بدتر از همه چون با صورت به زمین خورده بود یک سنگ کوچیک به داخل چشم راستش فرو رفته بود. حیوانات جنگل دورش جمع شدند و فوری اون رو در جای نرمی خوابوندن و جغد پیر رو خبر کردند تا اون رو مداوا کنه. پس از چند روز اون تونست راه بره، اما یه پاش میلنگید و چشم راستش نیز درست نمیدید. گریش گرفته بود. میمون پیر با شنیدن صدای گریه میمون کوچولو به طرفش اومد و در حالی که سر اون رو ناز میکرد علت گریش رو پرسید. میمون کوچولو گفت: از این به بعد همه به من و ایوان میخندن. میمون پیر گفت: چطور چنین چیزی ممکنه؟ اگه تو خودت رو دست کم نگیری و خودتو مسخره نکنی هیچ کس دیگه هم جرئت نمیکنه به تو بخنده. میمون کوچولوی قصه ما به یاد اخلاق و رفتارهای خودش افتاد و کلی خجالت کشید. اونجا بود که تصمیم گرفت دیگه همه رو دوست داشته باشه و دیگه کسی رو اذیت نکنه.